ابو ابراهیم منتصر آخرین نماینده خاندان سامانیان است. بله. و پسین پادشاه سامانیان است. در سلسله خاندان سامانیان شاهنشاه دهم حساب می شود. این را بعضی تاریخ نگاران به شمار می گیرند، بعضی ها به شمار نمی گیرند. به اون سبب که در دوره پادشاهی شاهنشاه نهم یا پادشاه نهم عبدالملک ابن نوح این دولت برهم خورده بود. ایلق خان قراخانی با یک نیرنگ و تزویر به بخارا در آمده اینها را از بس که سرلشکرانشان چندین سرلشکران ترک بودند، اینها به طرف خاندان مثلا همان ایلی خانی گذاشته بودند، نامه ها نوشته بودند که شما آمده بخارا را تسخیر کنید، بخارا بی صاحب است. از این خاطر اینها به طرف چرجوی کنونی فرار نمودند و ایلی خان آدم فرستاد، هم خوزی کلان هم نمایندگان دیگر که برگردید، ما به سلام شما آمدیم، ما به تبریک شما آمدیم، ما پاداش ها آوردیم، شما شاهنشاه بخارا هستید، پادشاه بخارا هستید، ما به درودگویی آمدیم، شما به تخت نشستید، ما دیر کرده باشیم هم به درودگویی آمدیم. اینها را با فریب نیرنگ به بخارا می آورند. همه خاندان آنهایی که از اهل خاندان سامانیان بودند، اینها به وارد بخارا می شوند، شب خواب میکنند و سحر همه اینها را همه سحر بر وقت می دارند. اینها سه برادر بودند، ابوالحارث، ابوالملک و ابو ابراهیم. ابو ابراهیم از همه خورده بود، تقریبا 18 ساله بود. این پایان ماه نوامبر راست می آید، پایان ماه نوامبر سال 999 راست می آید. اینها رو همه را شبانه گرفته همراه 5 پسر امکشون، امکزاده و پسر امکشون، همگی 40-45 نفر بودند. همه اینها رو بسته به اترار میبرند، به اترار میبرند و در اترار همون اینها را حبس میکنند و ابو ابراهیم منتصر بعد چند ماه حبس از حبسخانه میگریزد. با لباسی یک کنیز داشت، نام کنیزش من در رمان واپسین پادشاه سامانی من رمان نوشتگی هستم. رمان تمام شد، اتفاق نویسنده ها محاکمه کرد، رمان به چاپ توصیه داد و نگران هستیم که امکانیت شود چاپ کنیم. همین من سومن نام ماندم در رمان. همین سومن از بس که کنیزی همون ابی ابراهیم بود و پدرش پاداش داده بود، همراهش رفتگی بود. در حبسخانه 2 قبط 3 قبط لباس می پوشد و می درآید، آب و نان می آورد، همون لباس های بالایی را کشیده می ماند و برگشته می رود. و ابو ابراهیم که اینو همه علاهیده بودند، علاهیده در تهخانه حبس کرده شدگی بودند، امکان گریختن نداشتند، در پای زنجیر. ابو ابراهیم کار کرده همون لباس زنانه را می پوشد و پای زنجیردارش را می کشاید و می گریزد، از اوزگند می گریزد. در زندان اوزگند بود. این اوزگند به همون اترار نزدیک است. از اوزگند می گریزد، اینا تعقیب میکنند، داشته نمیتوانند، لباساش عوض کرده به سمرقند و به بخارا و اخسیکت و به همون جاها میرسد. اخسیکت، سمرقند، بخارا. در بخارا در خانه همون دایه‌ای که اینا کلان کرده بود یک مدت پناه میبرد و در اونجا همون زر و زیورهایی که کم و بیش گور کرده بود همون را پیدا میکند و همراه چند نفر جانبدارانش به خوارزم میرود. این میخواهد که این یک مرد بسیار جسور است. ابو ابراهیم منتصر با وجود جوانی در 18-19 سالگی مبارزه رو سر میکند و 17 نبرد دارد. در 5 سال 17 نبرد دارد برای برگرداندن تخت. تاجیک است؟ بله، برای برگرداندن تخت و تاج از دست رفته سامانیان. تاجیک است؟ بله، خوارزم میرود. در خوارزم همون یکی از سرلشکران پیشینه پدرش ارسلان بالو بود. ارسلان بالو با ارسلان بالو شناس می شود، می بیند که ارسلان بالو حالتش خیلی ناگوار است، چون که اینها دیگر عسکرها در گریز هستند
خوراک درست ندارند. این ادماس که پول و پیسه پیدا کرده بود آنها را دستگیری میکند و اسب و سلاح و همه چیز را پیدا کرده میتید جوانی 19 ساله و اینها را بنابرد به بخارا میورد. جانبداران خودش را گرد میورد، تقریبا 1,500 سرباز دیگر خودش گرد میورد، 8-9 هزار دیگر از جانب ارسلان بانو، 10,000 سرباز به بخارا پنهانی میآیند و بخارا را میگیرند با هدایت همین جوان. با همین جوان. بله. همین جوان. این وطن دوستی هست. بله. این ملت دوستی هست. بله. این پند است برای همون کسانی که مثلا میخواهند مثلا حسی بلند و غرور بلندی ملی داشته باشه. بله. برای جوانان ما. بله. برای همین در 19 سالگی اومده به بخارا حمله میکنه، شباخون میزند. برادری نصر ایلیخان جعفر تگین نام داشت. جعفر تگین حاکم بخارا بود. حاکم بخارا را اسیر میگیرد، همراه 17 نفر سرلشکرش بخارا را ضبط میکند. قسم لشکرش طرف سمرقند میگریزد، همراه ارسلان بانو و دیگر سرلشکرانش در کوهک سمرقند، در نزدیکی در قنطره کوهک سمرقند میگویند، در قنطره کوهک سمرقند باز شباخون میزند. در اونجا دیگر سرلشکران و همون کسانی که از سمرقند بر حمایه آمده بودند، به یاری آمده بودند، آنها را شکست میدهد، آنها را به طرف همون اوزگند پیش میکند. اینها گریخته میروند. وقتی که ایلیخان بغراخان خبر می آمد که برادرش شکست خورده است و اسیر افتاده است و سمرقند از دست رفته است، نزد همه خانهای اطراف، خاندانهای اطراف همون قرلوق و چگیل و یغما و همونها رفته التماس میکنید که لشکر دید که ما قریب از بین رفته ایستادیم. و این ایلخان قراخانه قریب با 40,000 لشکر باز میگردد. بعد از بس که بعضی کسانی که یارمندی کرده بودند در بخارا اینها برگشته رفته بودند. در بخارا ابو ابراهیم منتظر تاجگذاری میکند در عرفه جشن نوروز. تاج شاهان پدران را در سرش می نهد، آزادی را مثلا در بخارا اعلان میکند. لیکن همگی 3 ماه یا 4 ماه همون دولت داری میکند که این ایلخان قراخانه با لشکر قریب 100,000 پیش می آید. می بیند که امکانیتی با آنها مقاومت کردن ندارد. فکر میکند طرف آمول می رود. آمولشد میگویند گذرگاه بحری هست. طرف آمولشد می رود، میگوید که من همون مرو و خراسان میگیرم. میگوید خراسان میگیرم، از خراسان یاری میگیرم و آمده بعد بخارا و سمرقند میگیرم. و همین اندیشه بخارا را ترک میکند. بخارا خراب نشود گفته و می رود در آمولشد لشکر گرد می آورد. از آمولشد به اخسیکت می رود. در اخسیکت یکی از سرلشکران پدرش ابوالقاسم سیمجور بود. این سیمجوری ها 3 سرلشکر بودند. پرترینش همون ابوالقاسم سیمجور بود که بر حیات بود و قریب با 3-4 هزار سپاهیانش با ابو ابراهیم منتصر می پیوندد. اینها حرکت میکنند در نیشاپور در دست سلطان محمود غزنوی بود. پایتخت سلطان محمود غزنوی در خراسان بود و در اونجا برادرش نصر سبکتگین، پسر سبکتگین، یعنی محمود پسر کلان و برادرش نصر پسر خردی بودند از سبکتگین، از نسب سبکتگین. رفته همون حمله میکند به نیشاپور و احوال نصر سبکتگین بد می شود. او شبانه فرار می کند و ابو ابراهیم منتصر با یک جسارت و بی‌باکی و با کوشش های وطنخواهی نیشاپور را از دست همون ابو نصر سبکتگین ستانیده می گیرد. این نبرد اینها سال 2001 است. 2001 تیر ماه سال 2001، یعنی 1 سال بعد گرفتن بخارا. 1 سال بعد گرفتن بخارا نیشاپور را می گیرد. سلطان محمود غزنوی می بیند که نیشاپور از دست رفت. او تمام سرلشکران توانه‌اش آلتونتاش در هرات بود، ارسلان حاجب در توس بود، والی سرخس قیونجوق، والی اخسیکت،
همون وله های اطراف همون نیشاپور را جمع میکند و با مقابل ابو ابراهیم منتصر میفرستد. ابو ابراهیم منتصر لشکر بسیار نداشت. بعد میبیند که اگر در نیشاپور باز ایستد گرفتار میشود و در نیشاپور نابود میکنند، این را پیچانیده احاطه کرده. برای همون از نیشاپور میبراید، نیشاپور خالی میکند و طرف کوه مازندران میرود. در اونجا در جورجانیا قابوس ابن وشمگیر حاکمی همون جورجانیا بود از جانب سامانیان. در عهد مثلا اسماعیل سامانی و در عهد 4 پادشاه سامانی اینا اطاعت میکردن، لیکن نیم مستقل بودن. همون در عهد بابای همین آدم، بابای ابو ابراهیم منتصر که نامش منصور ابن نوح است، این مثلا شکست خورده از همون جورجانیا گرگان بیرون می رود و در نیشاپور آمده 19 سال می ایستد و سامانیو بابای ابو ابراهیم منتصر اینا نگاه بین میکند 19 سال. یعنی که هم از جهت معاش و هم از جهت خانه و هم از جهت بود و باش و بعد با کمک میکند که رفته همون گرگان گیرند. وقتی که نبردها می شود گرگان افتاد بشود، اینا باز برگردونده در همون گرگان یعنی پادشاه میمونند، حاکم میمونند. و این به خاطر اون که همون پدر بابایش کمک کرده بود نزد همون می رود، نزد قابوس ابن وشمگیر می رود. قابوس ابن وشمگیر اینا بسیار خوش پیشواز میگیرد، مهمانداری میکند، سلاح و اسب و پیسه زیاد میدهد و میگوید که این میخراسد که اگر این در همون گرگانیا باند سلطان محمود غزنوی لشکر میکشد منو برکنار میسازد. از هراس سلطان محمود غزنوی میگوید که شما میگوید یک دشمنش بود تهران کنونی، اون وقت رای میگفتند، در رای پادشاه بود سیده خاتون. میگوید که شما نزد سیده خاتون بروید. میگوید سیده خاتون یک پادشاهی بود که حتی سلطان محمود غزنوی از او بیم داشت. وقتی که سلطان محمود غزنوی به طرف سیده خاتون لشکر میکشد و آدم میفرستد که همون اندازه بفرست، بعد میگوید که سلطان محمود میگوید مکتوب مینویسد تو شرم نمیداره که نیم دنیا را گرفتی و از یک زن پاره میپرسی، پول میپرسی، پیسه میپرسی. من میگوید تو میگویی که من شیر نرستم، لیکن من میگویم من شیر موده هستم. شیر موده میگوید از شیر نر کمی ندارد. اگر تو به نبرد بیایی من هم به نبرد میآیم، لیکن اگر من مغلوب شدم هی میگویم شیر نر کی را مغلوب کرد؟ سلطان محمود یک زن را مغلوب کرد، یک ضعیفه را مغلوب کرد. لیکن اگر میگوید تو مغلوب شدی، تمام دنیا میگوید آفرین لعنت به همون سلطان محمود که نیم دنیا را گرفت و از دست یک زن شکست خورد. به خاطر همین سخن سلطان محمود 20 سال دیگر لشکر نمیکشد. از بس که این دشمن قابوس ابن وشمگیر بود، دشمنی داشتن بین همدیگر. همین ابو ابراهیم پول و پیسه داده، 2 پسرش همراه میکند، منوچهر و دارا را همراه میکند. میگه لشکر کشی میکنید. وقتی که میروند در آستان رای احاطه میکنند، همون دختر سلطان محمود زن پدرش بود، مادر اوگیش بود، شاهبانو نام داشت. اکنون تاریخ نگار را شاهبانو آوردن. من هم در رمان شاهبانو استفاده بودم. و شاهبانو میبراید پیشواز میگیرد و میگوید پسرخواندی من آمده است، پسرخواندی من. برای همون مهمانداری کردنی میشود و سرلشکرانش ابوالقاسم سیمجور و ارسلان بالو مفتون میشوند به همون سخنان همو، به همون پادشاه میدودگیشون از جنگ کناره کشی میکنند. این هم نوچار میموند، برای همون رای میدرویند لیکن بی جنگ. پاداش میگیرند، همون پاره ها میگیرند، 200,000 درهم پاداش میگیرند، 200,000 درهم، یعنی پاداش سالانه را پیشکی میگیرند و برمیگردند میآیند در راه به طرف همون گرگان که قابوس ابن وشمگیر اینو را خوش نمیپذیرد. شما خیانت کردید و در عهدتون نایستادید گفته اینا را وای میکند. بعد اینا برمیگردند سوی نیشاپور میآیند.
سین شپور می آیند در دویم باران شپور را میگیرند دویم بار با کشیده میگیرند از بس که این شپور خوری کرده بودم برادر سلطان محمود نصر ابن سبکتگین گشته بود با این شپور اومده بود لشکر زیاد خطی اینا شپور را احاطه میکنن شباخون میدنن این شپور را میگیرن برادر سلطان محمود غزنوی نصر ابن سبکتگین این شپور را پرتافته با بوزیان میگریزد بوزیان در نزد هرات هست هرات افغانستان با بوزیان میگریزد این در همون شپور چند مدت دولت دوره میکند انداز میستوند و دیگر بعد سلطان محمود میبیند که احوال بد است تمام سرلشکرهای توانایش به یردان میفرستد بعد این میبیند که سلطان محمود قریب 200,000 لشکر خطی آماده ایستاده است به یردان برادرش نوچار شپور را پرتافته بعد طرف سرخس میرود طرف سرخس میرود در سرخس اینا یک ابن بوحاج گفتگی ابن فقیه گفتگی پسر فقیه یک کس دعوت کرده بود که بیا در سرخس من تو را مهمانداری میکنم گفته زمستان در سرخس میماند و مهمان همون ابن فقیه می شود ابن فقیه این پدراش در همون سرخس بودن و اینا در دوره چی عربستان رفته مردم میپندارد که اینا عرب هستند لیکن اینا اصلا عرب نبودند و تاریخ سرگذشتش میگوید مهمانداری میکند بهترین اسب را میتید لیکن به همه این نگاه نکرده نصر ابن سبکتگین با یاری برادرش همراه 5 سرلشکر دیگر به سرخس میآید زمستان بود اسبها خراب بود یعنی که امکان غذا و خوراک دشواری میکشیدند سرلشکر در نبرد ابو ابراهیم منتظر شکست میخورد در همین نبرد 2 سرلشکرش التونتاش و ابوالقاسم سیمجور کشته میشود و خود ابو ابراهیم ارسلان بولو را برای خیانت کردنش در رای خیانت کرده بود یعنی اون طرف گذاشته بود به خاطر پورا گرفته بود سر میزند و اکنون دیگر سرلشکرهای کافی هم ندارد برای همین این طرف نیسا حرکت میکند طرف نیسا یعنی ترکمنستان کنونی نیسا این از اشخاباد 15 کیلومتر است من رفتگی هستم من قدم به قدم همه جا را گشتگی هستم قدم به قدم و در نیسا این همون در نزدیکی نیسا این همون غزو پیشواز میگیرن غزو و غزو قبیله غزو 7 قبیله هستند پیشواز میگیرن همون میگویم پیشوای غزو اینا مهمانداری میکنند و میگوید که همین سرزمین پدرای شما با ما داد ما در همینجا ساکن شدیم سرحد شما را پاسبانی میکنیم از خزرها و از دیگر قبیله های کوچمنچه ساحل مثلا سمت کفکز پاسبانی میکنیم سمت خزر برای همین میگن ما میندار هستیم و در خدمت شما هستیم دخترش بزنی میتید دخترش ابو ابراهیم بزنی میتید ابو ابراهیم داماد میشود و لشکر کشیده به طرف سمرقند میروند بار دوم سمرقند میگیرد بار دوم سمرقند ضبط کرده میگیرد سباشتگین گفتگی سرلشکر چرا با 18 سرلشکر اسیر میگیرد خسخرخونی ها سمرقند آزاد میکند و در نبرد پل کوهک شکست میتید اونها میگریزند و در اینجا با خلاصه که ابو ابراهیم منتصر 4 مراتبه سمرقند میگیرد 2 مراتبه بخارا را میگیرد 2 مراتبه نیشاپور را میگیرد 2 مراتبه نیسا را میگیرد یعنی وطن ترکمنو را چندین مراتبه هزاراسپ میگیرد خلاصه که یک مرو میگیرد همون سرزمین هایی که بود میخواهد که همین سرزمین های پدری که در 2 ساحل دریای ماوراء النهر بودند یعنی هم ماوراء النهر و هم خراسان متحد کند این 5 سال مبارزه بوده در 5 سال 17 نبرد درسته است در این 17 نبرد در اکثر نبردها غالب میآید لیکن متاسفانه همون همصفاش خیانت میکنند وقتی که غنیمت جنگی را میبینند اینا میپرتویند غنیمت جنگی را میگیرند سوارش را میروند با ابو ابراهیم میموند و با همون لشکر کمشو با لشکر میبندارد و با از نو با جنگ سر میکند یعنی یک مردی بسیار وطنخواه وطن دوست یک مردی بیباک زیرک
تاریخ نگاران میگویند که هفته ها از اصل نمیفرامد میگوید. در همون ساق موزهش میگوید نان داشت، همون نان هم میگیره از ساق موزهش میخورد و در همون سوار اسب میگوید فقط حرکت میکرد، از یک جا به دیگر فرار میکرد و حمله میکرد و شباخون میزد و یک لشکرکشی میگوید بی همتا بود. به خاطر و بالای وطن این شاعر بود و شعر هم شعر بسیار هم دارد. در اختران ادب در جلد 4 همون کتاب در قطار همعصران رودکی همین ثبت شده است. شعرهایش 5 شعرش اومده است. یک مرد نهایت وطن دوست، نهایت بی‌باک، نهایت هوشیار، نهایت زیرک، نهایت مثلا وطنخواه است که میخواهد همون تخت رفته نیوگان برگردانده گیرد، لیکن دستش کوتاه است. چون که از پدرها به این هیچ نمونده، یک شمشیر نمونده است، یک شمشیر هم میراث نگرفته است. این یک مردی همون فدایی هست که همین هم شمشیر هم تکاورا را هم مثلا چی میگن خزینه را پیدا میکند و مردم با مبارزه میکشد. لیکن افسوس که وطنخواه کم بودن، به این خیانت بسیار میکنند. مثلا وقتی که من همه اینا به تفصیل نقل کردن ضرورت ندارد، وقتی که بار شکست خوردم از دریا میگذرد، یک جیان داشت، نامش ابو جعفر. به نزد ابو جعفر آدم روان میکند که خیلی من کمتر 700 سپاهی دارم، همون از دریا گذشتیم، حالا من تباه است، زمستان است، کمتر کمک مالی و غذا و همین را که ما به خود میآییم، یک خیرگاه و همین خیلی سوزشواره و غذای علف و علف اسب و همین خیلی. این ابو جعفر 2000 عسکر گرفته به جنگ میآید، به جای اون که کمک کند به جنگ میآید. این در دوره پادشاهی پدر همین ابو ابراهیم حاکمی یکی از مضافات‌های سرخ بود، یکی از مضافات‌های مغرب بود. لیکن همون با خیانت با وجود اون که این خویش و تبار نزدیک بود، پیوند بود، همخون بود، و جنگ می‌آید و ابو ابراهیم از سر ننگ با 700 سپاهی 2000 سپاهی همون شکست می‌دهد. 2000 سپاهی ابو جعفر را شکست می‌دهد. ابو جعفر می‌گریزد. یا که یک نفر دیگر است، وقتی که این در نیسا آخران بار شکست خورده در نیسا فرار کرده بود، ابن سرخک نام دارد. این هم از اولاد سامانیو هست. ابن سرخک مکتوب می نویسد که من 3000 سپاه گرد آوردم، منتظر آمدن خودت هستیم، تو بیا بخورو در یک دقیقه از ما می شود. مردم بخورو آماده خستن هستند. این مردک از همون نیسا می خیزد، به سرخ می باید، از سرخ آماده شده از بحر از همون دریای امو گذشتنی می شود که این سرخه خبر می تید به همون الخون و سربازان الخون. اینو سربازان الخون علاقه احاطه میکنن، اینو را احاطه میکنن. این می دروید در همین عرفه علاقه گفتگوزار کرده بود، سرلشکرای ابو ابراهیم طرف نصر الخون میگذرانند، نصر الخون میگذرانند. 700 سپاه از این ترک کرده می رود. یعنی که استاد، یعنی که مبارز است. مبارز است. یعنی که ارمان‌های ابو ابراهیم منتصر یک اندازه بار نآورد به اون خاطره که در داخل خیانت بود، در داخل اعتبار نبود، در داخل باوری نبود، در داخل از داخل خیانت بود. یعنی که همروان به ظاهر بودند و اما به باطن نبودند با ابو ابراهیم. یک دوره حساس دولتداری بود. یک دوره تنزل دولت بود. یک دوره شکست دولت بود. ابو ابراهیم منتصر گرچنده که مثلا تلاش زیادی کرد، لیکن در اطرافش هم جوان بود، تجربه نداشت. در 24 سالگی مرده است. در 24 سالگی کشتن اینا فریب کردن، با نیرنگ کشتن در 24 سالگی. ببینید که همین آدم چقدر که تلاش کرد در همه جا پیروز میشد. یک پیروزی را نگاه داشته نمیتوانست. مثلا تخت
اجدادو را گرفت، تاجگذاری کرد، نوروز را جشن گرفت، آزادی را اعلان کرد. لیکن همون آدمانی که در اطرافش بودند سپاهیان رفتند. سپاهیان پدرش پراکنده شده بودند، نیست شده بودند، اکثرش ترک بودند. 90% لشکر ترک بود، جانب ترکا گذاشتند همه. این سرنوشت ما از سر گذراندیم در دوره استقلال. بله. ما مثلا یک حالتی بود که جنگ گرجدنی در ما سر زد. بله. مردم متاسفانه 1 میلیون بیشتر بریده شدند، بله. تروری شدند، خانه‌ها سوخت. بله. همین حادثه در شکل دیگر در ما مثلا روی داد. لیکن ببینید که با قسمت همون با مدد خداوند یک مرد بزرگ برای ملت تاجیک، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، یک داد خدا بود، یک داد خداوند بود که با ما اومد. من به نزدیکی در فیسبوک یک حادثه عجیب خوندم که درباره همون جسارت پرزیدنت حکایت میکند. من همون میآورم اگر اجازه دهید. در انجام صحبت بفرمایید. سال 94 بار یکم وقتی که اینها میخواهند سازشنامه صلح و گفتگو را به میان گذارند، بار اول با روزگی جانب افغانستان، با روزگی ربانی و دیگرها به کابل پرواز میکنند. یک دسته همون مثلا کارمندان مقامات دولتی همراه پرزیدنت امامعلی رحمان، محترم امامعلی رحمان. وقتی اینها به فرودگاه کابل میرسند میبینند که در همون خط نشستی سمالیات 2-3 تا تانک موندگی هست. سمالیات فرود آمده نمیتوند. همون نماینده امنیتی حکایت میکند که در همون خط نشستی سمالیات میگوید 2-3 تا تانک موندگی بود. اگر سمالیات می نشست میگوید رفته در تانکو برمیخورد. بله. یا میپروندن میگوید. برای همون میگوید سمالیات در بالای همون فرودگاه کابل چرخ زد میگوید. نماینده امنیتی رفتن نزد پرزیدنت گفتن که پرزیدنت ما چشته نمیتونیم، اگر شینیم یکون حدیثه میشود یا که از یکون بلنده گرانتمیات خطی ما را میزنند. گفت نه ما اومدیم میشینیم تمام رابطه کنید. میگوید تانکو را گیرند. سمالیات میگوید در بالای فرودگاه کابل 17 مرتبه چرخ زد که هر گشتنش میگوید خطری مثلا زدن داشت. در کابل میگوید گروه های مخالف بسیار بودند میگوید، لیکن میگوید پرزیدنت خفا نگشت. گفت ما میشینیم گفتگو میکنیم، ما برای ملت آمدیم، ما برای مثلا سازش آمدیم، صلح و سازش، ما صلح و سازش میکنیم. و نهایت میگوید خود همون مستانگولوف میگوید سرور همون سمالیات آمد میگفت جناب نمیشود، وضعیت وزمین است، ممکن هودر همین سمالیات هم میزنند طبقتی. نگفت میگوید ما میشینیم. و عاقبت میگوید 18 مرتبه سمالیات 6 میگوید ما با گفتگو رفتیم. یعنی این جسارت است. بله. این مثلا حمایه ملت است. این حمایه مثلا همون پشتیبانی از وطن و از دولت و از ملت و از زبان و از فرهنگ و از آیین است. برای همیشه شخصیت های مثل ابو ابراهیم منتصر در تاریخ هستند. اینا نمونه عالی وطنداری، نمونه عالی وطن دوستی، نمونه عالی مثلا فرهنگ دوستی و مثلا نمونه عالی جسارت و بی‌باکی و مثلا گویم حفظ سرزمین و مرز و بوم مادری است.